افراد بسیار بسیار مؤثر در این امر هستند. سامر بش دارن میذارن. بله خانم سحر علیشایی عزیز رو میبینید. تصویرشون نشون بدید. تصویرشون رو نشون بدید که الان نشون بدید. بله این نمایشگاهشونه. یکم باید ببرید عقب‌تر که بیرون نباشه، تلفنشون هم باشه، خیلی زوم شده تو. بله ایشون خانم سحر علیشایی عزیز هستن که همیشه همت میکنن و چون این نمایشگاهایی رو که به طور رایگان برای مردم دایر میشه رو در معرض دید همگان میگذارن و شما میتونید حتما به این نمایشگاه برید. در همین رابطه مرسی. در همین رابطه از سرکار خانم نسرین ننسی نسترن 3 تا اسم بره. نسرین عزیز رو دعوت کردم که تشریف بیارن و خودشون در باب این نمایشگاه قشنگ صحبت میکنن. سلام علیکم. حال شما چطوره؟ با پیرهن باربی اومدین و دیگه بابا ماشاءالله زدین تو مایه‌های صورتی دیگه. هر دفعه امروز برنامه خودم رو داشتم تو تلویزیون. چطور بود؟ خوب بود؟ خیلی خدا رو شکر. بسیار. شنیدم رادیو ونک هم رفتی. بله رادیو ونک هم جمعه ها ساعت 3 تا 4 هست. جمعه 3 تا 4. بسیار عالی. خب برای ما از همین نمایشگاه خانم سحر علیشایی توضیح میدی؟ بله سلام از اینجا میکنم خانم سحر علیشایی که الان دارن خودشون نگاه میکنن این برنامه رو. بازارچه تابستانی. در کجا تشریف دارن؟ همین تو لس آنجلس. در لس آنجلس هستن. خب مسافرت بودن. بله اومدن. آفرین. بازارچه تابستانی دارن، ورودی رایگان، پارکینگ رایگان، چهارشنبه 23 آگوست همین چند روز دیگه و چهارشنبه 23 آگوست یعنی هفته آینده. بله 23 آگوست. 23 آگوست میشه هفته آینده. بله یه جایی خیلی خوبم برای شما گذاشتن که شما تشریف بیارید اونجا فیلم برداری هم بکنید. چون خانم سحر دیگه میخوان با شما قرارداد ببندن که اصلا دیگه همیشه تبلیغشون رو شما داشته باشید تو تلویزیون. بسیار عالی. چون شما رو همیشه به من میگه من آقای شبخیز رو یه جور دیگه دوست دارم. زنده باشن. همه ماها یه جوری شما رو حالا دوست داریم. سحر جان اتفاقا دیروز پیروز با مانی صحبت میکردم. میگفتن سحر همون دختر خانمی که خیلی گلن تو مهمونی‌ها می‌بینیم. گفتم آره من میشناسم، من عکسشون رو دیدم، بارها دیدمشون و چقدر خانم خوبی هستن. شوهرشون داریوش جان هم ماشاءالله به هر دوشون که همت میکنن و سحر عزیز و همراه همسر گرامیشون داریوش خان فرودی. بله صدای خیلی قشنگی داره داریوش. میخونه داریوش. من دعوتش کنم اینجا یه دفعه دیگه بیاد اینجا داریوش هم بخونه با اون صدای قشنگش. تا قبل از این نمایشگاه بیان حتما. داریوش جان آقای شبخیز دعوتتون میکنن یه روز قبل. سحر جان شما هم همینجور حتما بیایید شما رو داشته باشیم که بگیم که این فعالیت‌های فرهنگی رو که میکنید و در کنارش بیزینسی که عزیزان میکنن بارورتر میشه این قضیه و خیلی کمکه و باریکلا واقعا همت میکنید. هم سحر عزیز و هم داریوش عزیز حتما منتظر هستیم که بیان و یه دهن اینجا ما بخونن. بله حتما. داریوش سازم میزنه؟ سازم ندیدم بزنن ولی میخونه خوب. بله با اندی خواننده خیلی صمیمی. راست میگی؟ جشنا دیدم با اندی دارن میخونن. بسیار عالی. خیلی مهمونی‌ها دیدم. خب زیرنویسشون در قسمت آمریکا هست دیگه. بسیار عالی. پس جان شماره تلفن این نمایشگاه رو شما در زیر صفحه تلویزیون مشاهده میکنید. شما بگین 424 بله 278 1810 بسیار شاپینگ پلازا به مدیریت خانم سحر علیشایی و آقای داریوش عزیز همسرشون. بسیار عالی. خب من میدونم که خیلیا از غرفه ها و میزهای اونجا خریداری کردن. شما عزیزان هم که صاحب بیزینس هستین به خاطر داشته باشید اگر میخواید که البته قسمت اعظم میزها فروش رفته. همیشه اینو بهتون بگم بدون تبلیغات هم حتی خانم سحر علیشایی اونجا کلی از کلاینت های همیشگی دارن که میرن و این غرفه ها رو میگیرن. ببینید چقدر شلوغه. ایشون هستن داریوش خان؟ نه خیر نیستن. داریوش بابا خوشگله. خب ایشون هم خوشگل بودن عزیز من. بسیار عالی. هرچند مشتاق دیدارشون هستیم حتما. خدمتتون عرض کنم که چهارشنبه 23 آگوست همین ماه حتما برید و این نمایشگاه به چقدر شلوغ بوده دفعه پیش. شما هم تشریف بیارید آقای حتما این کارو چون میکنم. خودتونم سهیلا جونم اونجا غرفه گرفتن. منم که اونجا غرفه فال دارم. سهارا هم که اون هفته اینجا سهارا الان تصویرش دیدم. بله اونم سهارا جونم
فقط باید یه کاری کنین که برای سویدا جانم یه دونه غرفه بگیریم حتما. سحر جون یه غرفه هم اگر که داری صدای ما رو میشنوی یه غرفه هم برای خانم سویدا بزن. حتما. من میبینم که فعالیت خیلی زیادی هم سهارا داره در اونجا. بله خیلی. آخه همون ریملاشو میاره. یه محیط خیلی دوستانه است. همه اصلا میان اونجا، اصلا انگار مهمونیه. یه چند ساعتی فان داریم دیگه، میزنیم، میرقصیم، شادیم، من فال میگیرم، غرفه های مردم رو نگاه میکنیم. سهارا چه چیزاشو عرضه میکنه؟ بله. همین ریملاشو، خط چشمشو. بله آقای بن میاد، سهارا میاد، خیلی ساپورت میکنن. زنده باشن. هر کی هم که الان آرگین هم حتما میاد دیگه، شوهر. بله ایشون هم بله حمایت میکنن، ایشون هم هستن. اگه اونایی که توی هر بیزینسی فعالیت دارن تا دیر نشده میخواین با این شماره تماس بگیرین 424 278 1810 تا دیر نشده برای خودتون غرفه‌هاتون رو تهیه کنین. یه روز خیلی شادی داریم. سهیلا مثل که میخواد غرفه خودش رو برای تتو داشته باشه. بله بهش گفتم برو بنر بگیر بیار اونجا بزنه. بهش گفتی این کارا رو بکنه. بسیار عالی. خیلی خوبه. سارام که چیزا رو میفروشه. بله. اگه برای سویدا هم که حتما درست بکنید. ایشون هم مسائل پوستی و از بین بردن لک‌های صورت و اینا رو خیلی قوی میره جلو. بله. بسیار حتما با کمال میل. اتفاقا سحر جون برگشتن گفتن برای آقای شبخیز عزیزم با کمال میل میخوام یه جای خیلی قشنگی رو تهیه کنم، یه جای بهتر رو بذارم. زنده باشم. شما رو همه دنیا دوست دارم. قربونت برم من عزیزم. لطف داری. برجت فراموش نکنید حتما در این نمایشگاه حضور داشته باشید. 424 تلفنشون هستش، 424 بقیه‌اش 424 تلفن بگیرید 278 1810 424 278 1810. همین الان هم میتونید زنگ بزنید. روز شلوغی خواهد بود. در کجا این نمایشگاه برگزار میشه؟ توی سپولودا، دم سپولودا 2701 بیارید بالا. 2701 نورت سپولودا، سپولودا بولوار، لس آنجلس، کالیفرنیا 949. بله. بسیار عالی، بسیار عالی. همین جایی که این فیلمو گرفتن؟ بله همینجاست. چقدر عالی. الان یکی دو ساله همونجا دارن میگیرن. بسیار عالی. لباسای قشنگ هم در اونجا میتونید داشته باشید. غذاهای خیلی خوشمزه‌ای درست میکنن. مامانشون خود سحر جون اونجا پذیرایی هم میکنن. پس کسایی که بخوام میتونن بگیرن حتما. بسیار عالی. همونجور که میبینید غرفه‌های مختلف با عزیزانی که میان تا کالا و خدمات خودشون رو به شما عرضه بکنن و خیلی جمعیت هم که برنامه هنری هم اونجا هستن. بله ساز و آواز و همین داریوش خانم اونجا هم میخونن. با چقدر خوب. شما هم بیاین اینجا سلطان قلبا رو بخونید. منم چشمیام اونجا سلطان قلبا رو امشب آقای شبخیز میخوان تشریف بیارن تولد پسر من. تولدت مبارک باشه. تولد پسر گلت ان شاءالله که به سلامتی باشه. از قول من $100 حتما به پسر گلت $100 من ازتون نمیگیرم. چرا؟ باید مطمئن بشم میایین اونجا میگیرم. من اینجا مسئله خودم میکنم که بیام. من نمیگیرم از اینجا. اولا بهتون میگم 5 دقیقه اومدیم اونجا. من همیشه نسرین در هر برنامه‌ای که ما داشتیم خیلی برای ما فعالیت کرده. خیلی همیشه دوستش می‌داشتیم. در تلویزیون آقای میرچی فعالیت میکنن، فال میگیری در اونجا. و در رادیوی ونک هم شروع کردن، در رادیوی شاهین جامعه عزیز که امروز هم حتما میاد. این $100 هم برای پسر گلته. چرا نمیگیری؟ امشب باید تشریف بیارین. به خدا. یه سری میام من. نه آقای شبخیز من